یکی دیگر از کاربران سوالی مطرح کرده است که برای حفاظت از جادو و سحر چه باید کرد؟ همانطوری که مستحضر هستید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اون جایگاه، با اون ارزش بالایی که داشتند، اما باز هم از طرف انسانهای حسود، انسانهای بیدین مورد هجمه جادو قرار گرفتند. و لبید ابن عصم یهودی غالبا که مشرک هم بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را جادو نمودند و در چاه زروان اون گره ها را انداختند. تقریبا بعد از 6 ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طریق جبرئیل امین مطلع می شود که همچین اتفاقی افتاده است. اما جادو در عقل و وحی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأثیری نگذاشت، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با توجه به اینکه انسان بود، دارای عوارض هست، بیمار شدند و حضرت علی و یکی دیگر از صحابه را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرستند و اون جادو رو بیرون میکنند. بعضی از مفسرین میفرمایند سوره معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، همین زمان نازل شد که مجموع این دو سوره 11 تا آیه دارند و اون گره هایی که لبید ابن عصم زده بود اونها هم 11 تا بودند. بالاخره جادوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باطل شد. برای بطلان جادو و حفاظت از جادو در احادیث مختلفی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه کرده است. گرچه این توصیه های پیامبر نه تنها در بخش جادو بلکه در بخش چشم و حتی در بخش حسادت هم بیان شده است. خوندن معوذتین صبح و شام، خوندن آیات الکرسی و حتی خواندن دعای آخر سوره بقره، خود سوره بقره، سوره فاتحه. و وقتی انسان مسلمان از خانه بیرون می شود، این دعای بیرون شدن از خانه را حتما بخواند: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. تا زمانی که برمیگردد خداوند متعال این انسان را از جن و انس و از شر انسانهای شرور، از حسادت انسانهای حسود محفوظ می کند. دعای معروف دیگری که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بارها توصیه کرده است: بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. اینو انشالله هر انسانی که میخواد از خانه بیرون بشود بخواند. قطعا طبق گفته صادق المصدوق جامع الکلم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، خداوند متعال انسانها را محفوظ میکند.